من سدیم اینجا از راه‌های ارزان سفر کردم میگم منو لایک و سابسکرایب کنید. امروز 28 اسفنده ساعت 8 صبح ما ایران گردیمون رو شروع کردیم. مسیر اولمون کاشانه. اینجا یه دشت پر از گلای خوشگل زرد بود وسط راه تهران تا کاشان. منم از این موقعیت استفاده کردم و پریدم وسط دشت. ولی نگم براتون چه دسته گلی به آب دادم، خودتون میبینین دیگه. بعد 250 کیلومتر رانندگی بالاخره ما رسیدیم کاشان. اولین جایی که هر کی باید ببینه تو این شهر به نظر من باغ فینه. اگه براتون سوال من کیم، من سادیم، یه دختر 25 ساله که با همسرم تصمیم گرفتیم تو این تعطیلات پیش رو ایران رو بگردیم. با من همراه باشید. باغ فین کاشان در واقع یه حموم تاریخی از زمان صفوی است، ولی دلیل اصلی معروفیتش به قدر رسیدن امیرکبیر که صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده است. یکی از خوبیای این باغ اینه که همه جا راهنما داشت و کلی توضیحات به در بخور به بازدید کننده ها میداد. واقعا این فرصت خیلی خوبیه واسه دیدن این باغ. به نظر من هر ایرانی باید یه بارم که شده این باغ رو ببینه و داستاناشو گوش بده. اینجا من یه آبی تازه کردم و تصمیم گرفتم که برم بقیه باغ رو ببینم. جای بعدی که باید میدیدم حمام قاجاری بود، درست همون جایی که امیرکبیر به قتل رسیده بود. بیایم با هم ببینیمش. وقتی هم باشه وقت خدافزی از این باغه، ولی قبل اون بیایم براتون تعریف کنم. رفتیم بازدید باغ تاریخی فین. الان هم داریم برمیگردیم سمت پارکینگ. یه چی شده ها. اول ورودی ما رو گرفتن که بریم ماشین رو اونجا پارک کنیم. اینجا اصلا جا نیست. ببین چقدر خالیه. ساده نباشید، پافشاری کنید همیشه. اما موقع بعد من گفتیم نمیخواد. دوباره وقت رفتنه. میخوایم بریم کجا؟ ابیانه. ابیانه یه روستای تاریخی سرخ رنگه نزدیکای کاشان. تو راهش کلی درخت شکوفه داده بودن. محاله که من این همه زیبایی ببینم و ازش لذت نبرم. و بله، بالاخره ویلکام تو ابیانه. من تصمیم گرفتم که لباس سنتی ابیانه رو بپوشم و راه برم تو این کوچه هاش. دیوارای سرخ رنگش، لباسای گلگلی قشنگش، هر آدمی رو جذب میکنه که یه بارم که شده بیاد ابیانه رو ببینه. آدمای این روستا خیلی مهربون بودن. منم که عاشق چاق سلامتی با همشون. به نظر من راه رفتن توی این روستا، لذت بردن از معماری قشنگش یکی از بهترین هدیه‌ای بود که میتونستم به خودم بدم. و برای قدردانی از این آدمای مهربون بابت این معماری زیبا، بابت این مهمون نوازی قشنگشون، کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم ازشون یه چیزی بخریم و بهشون کمک کنیم که اقتصادشون رونق پیدا کنه.
غروب و وقت خداحافظی. با اینکه دل کندن از این روستا خیلی سخته، ولی باید بریم که فردا خودمون رو واسه دیدن اصفهان زیبا آماده کنیم. سلام، صبحتون بخیر. اینجا باغ فدک اصفهانه. دیشب ما اینجا کمپ کردیم. وقتی رسیدیم خیلی دیر وقت بود و ما کاملا استراحت کردیم که خودمون رو آماده کنیم واسه دیدن اصفهان زیبا. فقط قبل اون اینو بگم که این باغ امکانات خیلی خوبی داشت برای کمپ کردن. با یه ورودی 60,000 تومانی تو هم امنیت کافی داشتی، هم دسترسی به سوپرمارکت و نونوایی. و حالا بزن بریم که اصفهان رو ببینیم. خب ما داریم کم کم بریم داخل میدون. حالا چش شلوار جورایی خب 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 همونطور که میبینید با اینکه من پوششم اوکی بود، ولی اول صبحی ارشاد شدم. ولی بیخیال، یه لذت ببریم. اولین جایی که قرار شد تو اصفهان ببینمش کاخ عالیقاپو بود. این کاخ واسه دوران صفویه و 6 طبقه داره. بخش از همه جذابش برای من ایوون جذابشه که رو به مسجد شیخ لطف‌الله است. به نظر من شاههای صفوی واسه خودشون کیف دنیا رو میکردن. یکی دیگه از خوبیایی که این کاخ داشت وجود راهنما بود که توضیحات خیلی خوبی رو راجع به این کاخ به مخاطبا میداد. تا یادم نرفته بگم ورودی کاخ نفری 5,000 تومان بود. نوبتی هم باشه نوبت بازدید از مسجد شیخ لطف‌الله بود که ورودیش 5,000 تومان بود و میتونستی غرق بشی بین این همه زیبایی. به نظر من یکی از بهترین و زیباترین معماری‌های ایران متعلق به این مسجده. کدوم خانومیه که دلش بخواد بیاد اصفهان و بازار زیباشو نبینه؟ این بازار دقیقاً دور میدون نقش جهانه و پر از زیبایی هاست. منم تصمیم گرفتم یکی از این کاشیای زیبا رو یادگاری برای خونم بخرم. حالا که داریم دور میدون میچرخیم، بیایم مسجد شاه عباس هم ببینیم. اینجا دقیقاً همون مسجدیه که زیر گنبدش حتی صدای تکون خوردن برگ کاغذم انعکاس پیدا میکنه. وقت نهاره، مگه میشه بریم اصفهان و بریونی نخوریم؟ ما هم تصمیم گرفتیم بریم رستوران سنتی نقش جهان که یه معماری سنتی داره و میتونی بشینی کنار این پنجره ها و موقع غذا خوردن لذت ببری از محیط اطرافت. بعد غذا ما تصمیم گرفتیم بریم کاخ 40 ستون که اون تالار آب و آینه معروف رو ببینیم. این جام یکی از کاخهای دوران صفوی بوده با معماری منحصر به فردش. ورودی اینجا هم 5,000 تومان بود. یه راهنما توضیح میداد که کل دیوارای این کاخ آینه کاری بوده. به خاطر همینم اصلا بهش میگفتن کاخ آب و آینه. ولی آخرین پسر ناصرالدین شاه تموم این آینه ها رو کنده و برای ساخت کاخ تهرانش به کار برده و باعث خرابی خیلی زیادی در این کاخ شده. حالا که تو اصفهانیم تصمیم گرفتیم که بریم یکی از معروفترین محله هاش رو ببینیم، محله جلفا. این محله به خاطر وجود کلیسای وانکه که انقدر معروفه. کلیسای وانک یکی از بزرگترین کلیساهای ایرانه. زمان نسل‌کشی ارمنی‌ها یکی از شهرهایی که ارمنی‌ها به اون پناه آوردن اصفهان بوده.
اونا تصمیم گرفتن یکی از بزرگترین کلیساهاشون رو توی این شهر بنا بذارن تا بتونن راحت عبادت کنن. اینجا راهنما داشت برامون توضیح میداد که هر کدوم از این زنگ‌ها به یاد یکی از کلیساهای ارمنی بوده که ویران شده. یه موزه هم اینجا بود که آثار و اختراعات ارمنی‌ها رو به نمایش گذاشته بود. بعد دیدن این همه دیدنی و اطلاعات تصمیم گرفتیم بریم یه کافه و خودمون رو یه عصرونه مهمون کنیم. آخرین جایی هم که تو اصفهان دیدیم 33 پل باشکوه بود که شباش خیلی تماشاییه. بالاخره وقت رفتن و دل کندن از اصفهان زیباست. قرار 200 کیلومتر دیگه رانندگی کنیم تا امشب آباده بمونیم، چرا که میخوایم فردا شیراز رو ببینیم. امشب شب عیده و قرار سال تحویلمون آباده باشیم. وقتی رسیدیم آباده انقدر سر بود که اصلا امکان کم کردن نبود. واسه همین تصمیم گرفتیم بریم خانه معلم یه اتاق بگیریم. الانم که میبینید 1 دقیقه مونده به سال تحویل و من تازه از همون در اومدم.